این ستونا همین جوری مونده اینجا. چقدر من دستمو گرفتم به این 30 سال پیش و منتظر شدم که ماشین بیاد اینجا وایسه که وکیوم بشه. یه روز همون حس رو کردم که معمر داره توی پمپ بنزین کار میکنه با حسن پپه. Thank you very much. My pleasure. یه تغییراتی داره دیگه. بریم تو خیابون میگم.